مسلمانی که بنیادگرانه است، یعنی پیرو قرآن و سنت نیست، اصلا مسلمان نیست. اینا رو خیستم کلمه‌ای که بسیار خوب مزه‌دار کلمه است. برای چی ساخته به نظر مردم؟ به اساس شبهات. اما کلمه خوبه بر از اینا زشت ساخته. اینا رو بعضی مسلمان ها باز چی میگن؟ والا مریشی ما به خاطر از این کم میکنم، به خاطر که باز مرا افراطی نگوید. درباره نظام سیاسی اسلام گپ نمیزنم، به خاطر از این که اگر کسی در سیاست اسلام گپ بزنه باز اون میگه ای بنیادگرا هست، اینا مسلمانای رادیکال هستند. درباره جهاد گپ نمیزنم، در حالی که صدها آیت قرآن درباره جهاد است، به خاطر از این که کافران میگن که مجاهد یعنی تروریست و جهاد یعنی تروریسم، در حالی که بر از انگلیس هم بگی از وطن تو دفاع نمیکنی، از سرزمین دفاع نمیکنی. بله من میکنم. در افغانستان 1.5 میلیون در مقابل روس ها شهید دادن. آیا کسایی که در مقابل روس ها جنگیدن مجاهد نبودن؟ آیا بد است؟ شهدا نبودن؟ شما امینا را همین قسم اصطلاحات برشان استعمال بکنیم. این چی هست؟ این شبهات هست که بسیاری وقتا وارد میکنن که اگر از عقیده توحید بیان کردی که توحید ربوبیت است و الوهیت است و اسما و صفات است و برای جوانان توصیه کردی که برادر عزیز تو جوان اگر موحد هستی، یکتا پرست هستی، سرت بغیر از ذات ذوالجلال به هیچ کسی سرت خم نکن. حتی در قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اگر رفتی روی تا به طرف قبله دور بتی، پشت تا به طرف قبر بکن. الدعا هو العباد، عبادت فقط برای الله بکو، رکوع به الله بکو، سجده را برای الله بکو، برای مخلوق سرت خم نکو، برای مخلوق خود ذلیل نساز. باز برای چی میگم؟ میگه اینا در انگلیس اصطلاحات جور میشه، باز اینجا تبلیغ میشه. هر کسی که عقیده توحید کتاب الله و سنت رسول الله را بیان کرد، ایره باز وهابی بگوییم. خب اگر این مسلمان روشن فکر باشه، فهمیده باشه و بفهمه که وهاب نام الله هست، پس وهاب الله هست. خب وقتی که یک مسلمان بگوی تو وهابیستی، به این معنا که تو پیرو ذات الله هستی، این مسلمان خوشحال شده خفه. والا من این کار نمیکنم، به خاطر من باز وهابی ندارم. خیر رحمانی هم نگوید، رحیمی هم نگوید. کل ما بنده الله هستیم. ولله الاسماء الحسنى. یعنی شبهات دشمنای اسلام تبلیغاتشان به اندازه هست. اما کلمه‌ای که باید دو موضوع افتخار کنیم، انسان‌هایی که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، چشمایشان حق نمی‌بینند، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره نمی‌شنوند. اینا پیش الله چه قسم هستن؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یا پیش الله برشان کرامت داد، ولقد کرمنا بنی آدم. الله برشان عزت داد، الله برشان خلافت روی زمین داد و بر ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. این انسان ما خلیفه در زمین میسازم. با وجود اق عزت که الله متعال میگه بر از اینا دادیم، وقتی که بازیا قلب داشت که با اینمی قلب با عزت، با این گوش با عزت، با این چشم با عزت حق درک نمیکرد، بازیا پیش الله از حیوانم کده بدتر است. اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانم کده بدتر است.